به نظرم یه چیزی این وسط اشتباهه. بعد 4 سال کار کردن تو یوتیوب امروز میتونست روزی باشه که من لوح نقره‌مو گرفتم و دارم به دیوار اتاقم میزنم، اما تنها چیزی که گیرم اومده بهمن سال 1399 بود که من اولین ویدیو یوتیوب خودم رو گذاشتم. بعد آزمون و خطا به خاطر کانکشنایی که داشتم سعی کردم سری مصاحبه آماده بکنم با بچه‌هایی که اون موقع ترند بودن تو اینستاگرام. خیلی اوضاع داشت خوب پیش میرفت. چند قسمت مصاحبه هم پخش کردم، اما چنلم پاک شد. این اتفاق ممکنه برای همه یوتیوبرهایی که داخل ایرانن پیش بیاد. قضیه چیه؟ قضیه اینه که کسایی که داخل ایرانن برای اینکه بخوان پولی که از یوتیوب در میارن و نقد بکنن مجبورن با یه سری شرکت‌ها همکاری بکنن. و اگه این شرکت‌ها چند تا یوتیوبر رو روی یک حساب داشته باشن، اگه یه یوتیوبر خطا بکنه بقیه یوتیوبرها هم جریمه میشن. خاطر همین چنل من پاک شد. از همون کانتنتی که بهش رسیده بودم چنل جدید زدم، دوباره مصاحبه گذاشتم، خیلی زودم اوکی شد، درآمدش فعال شد. درآمد ماه اول، ماه دوم، کش زیاد، دلار، اشتها، پارتی، خیلی زود دوباره اون چنلم پاک شد. یعنی من تا الان توی یوتیوب نزدیک 4-5 چنل داشتم که پاک شده و همش هم به خاطر این قضیه بوده. یعنی من حالا نکته جالبش اینه که همین چنلی که الان دارید نگاه میکنید که تقریبا 200 تا ساب داره، این چنلم پاک شده بود، من دوباره زدم. یعنی من حالا کاری که تو این ویدیو قراره بکنیم برنامه ریزی. چنل من الان 200 تا ساب داره، به 1000 تا ساب برسونید، چون اینجوری بهمون پول میده. حالا اگه بیشتر شد که چه بهتر، ولی حداقل باید 1000 تا ساب داشته باشید. موضوع بعدی 4000 ساعت واچ تایم، اینم واسه اینکه خب بهمون پول میده. و البته پیج اینستاگرام علیزه سلتی که جدیدن زدمش و اینم قراره بیاریم بالا. اینستاگرام خیلی هدفم نیستش، اما دوست دارم پیج اینستاگرام از طریق یوتیوب بکشم بالا، چون قطعا اینستاگرام به یوتیوب کمک میکنه. حالا که همه چیز داره تغییر میکنه، قراره یه استارت جدید بزنیم، به نظرم نیاز دارم به یه تغییر. البته الان چه الان ساعت چنده؟ الان ساعت 2:15 است. الان قاعدتا نمیتونم هیچ تغییری بکنم. تغییرا میفته فردا. من قراره همه این کارا رو بکنم تا در نهایت تبدیل بشم به نمیدونم حالا به چی تبدیل میشیم دیگه، ولی پس بریم برای فردا. Yeah, 10 out of 10, let's wait. I've been going big on the biz out of state. Do research, check out the back of my plates. I rip so heavy, attack when I take. Still I'm on that for the long run. That name that you got, say the سلام. ترانزیشن رو دیدی؟ حال کردی واقعا ترانزیشن رو؟ به این میگن نبوغ و خلاقیت. گفتم اینجا ویدیو هم بهتون توضیح بدم که حالا اوکی من چنلام پریده و این همه اتفاقای بد واسه چنلام به وجود اومده، اما همه دلایلی که من تا الان لوح 100,000 تایو نگرفتم این نیستش. اگه صادقانه بخوام بهتون بگم اینه که خب من برای گذروندن زندگیم نیاز به رفتم سراغ این که بخوام همکاری بکنم، ادیت بزنم برای یوتیوبرهای مختلف و اونم یکم دست و بالمو بس که بخوام کانتنت مخصوص به خودم رو بسازم. شاید برای شما ساده باشه 8 دقیقه این ویدیو رو دارید نگاه میکنید، حالا 8 دقیقه 7 دقیقه هر چند دقیقه، اما واقعا پروسه ساختش چندین و چند روز و چندین و چند ساعت زمان میبره. این ویدیو قراره یه ذره جالب‌تر پیش بره و قراره کانتنت هایی که قراره توی این چنل داشته باشیم رو براتون دسته‌بندی کنم. Let's go. میبرم اما آرزو کم نی، بدنم داره حال میره تو تمرین، شاگرد خودمم مربیم، زدم تو انضباط، زدم تو تغییر، همه حواسم به کارامه، تنها وقت استراحتم تو روز وقت نهاره. حرفا زده وعده داده این آدم، این سری شروع با دنده چاره، آماده کردم یه تو لیست کارا، ببخشید منو یه مدتی نیستم دادا، دیگه تو چا نمیرم با این تنها، با عوض قبل کار میکنم بیشتر، حالا مدام تو برنامه و هدف و انجام دادن، نه سرد دارم اصلا نه نو اصاب دارم، پاک شده دیگه هپروت کارنامم، خیلی چیزا رو تیک زدم و بازهارم وایسادم باش، چون حسرت زدم خودم سرد ولی گرم اسلحه‌ام، پر شده از هدف دفترم، نفر تویی نفر بر منم، همه چی روی اصول همه چی روی نظمه، حالم عوض میشه توی یه لحظه، با یه تصمیم با یه تغییر، با یه قول مردونه اون اصلش.
امروز قراره با هم تصمیم بگیریم که توی این چنل چی قراره بذارم. اولین چیزی که قراره بذارم که مثل همیشه هست ریاکته. البته ریاکتمون قراره کاملا متفاوت باشه نسبت به اون چیزی که تا الان تو یوتیوب دیدین. یعنی نمونه ریاکتای منو اصلا تو یوتیوب امکان نداره دیده باشین. یکم صبر کنید. تو یه قبل حال بیرون اوه پشمام، دیدین چی گفت؟ خیلی باحال بود. یه بار دیگه جوش بشنوین. حال خونه حال بیرون چقدر باحال تونست کلماتو کنار هم دیگه بچینه. گفت ببین اگه متوجه نشدین، گفت حال خونه حال بیرون کرد. اصلا مگه میشه اینجوری بتونی بنویسی؟ پشمام. بچه امروز قراره خونه $1 با خونه $100 میلیون از مستر بیست با دوبله فارسی رو ببینیم. موضوع دوم ولاگ هامونه. ببین هر چی از ولاگ و اینا تو یوتیوب دیدی بذار کنار. ولاگ های من اصلا یه چیز جدیدیه مال خودش. سلام بچه ها، چطورین؟ حالتون چطوره؟ امروز قراره سیگار ارزون با سیگار گرون رو با هم مقایسه بکنیم ببینیم کدومش بهتره. موضوع بعدی نقد و بررسی مونه. نقد و بررسی هم که کپیه که قول میدم نقد و بررسی ها جدید باشن، واقعا متفاوت باشن و همه اینا قراره این نتیجه رو بده که من به این لوح یوتیوب برسم 100,000. البته به غیر از این کانتنت ها قراره سری هدفهای کوتاه مدت داشته باشیم. وایسا اوکی. هدفهای کوتاه مدت من میشه 1000 تا سابسکرایبر تو یوتیوب. به غیر از اون قراره اینستاگرامم بیارم بالا. اینستاگرام از اونجایی که فالوور گرفتن توش نسبت به یوتیوب راحت تر. اینستاگرامو 1000 تا نمیذاریم، اینستاگرامو میذاریم 500 تا 5000 تا. پس ویدیو بعدی من میشه آپدیت راجع به این که چقدر سابسکرایبر گرفتم و چقدر فالوور گرفتم. همه این کارا رو قراره بکنم تا در نهایت تبدیل بشم به چرا من نمیدونم باید به چی تبدیل بشم. به چی تبدیل میشم دیگه. حالا بالاخره چوسیو بذارم کنار، قراره چیزایی بسازم که دوست دارم. حداقل مدلی بسازم که دوستشون دارم. شاید ایده جدیدی نباشه ولی مدلی که قراره بسازم قراره مدل خودم باشه. همین دیگه. بیشتر از اینم پول حرفی نکنم. سرتونم درد آوردم دیگه. نمیدونم ویدیو 8 دقیقه شده یا نه. امیدوارم 8 دقیقه شده باشه. اگه نشده یکم تحمل بکنیم که بشه 8 دقیقه و اینا. شده؟ اوکی پس ببندیم یه ویدیو رو فعلا.